الرحمن الرحیم. اسم که در جریان هستین این مرحله چهارم است، چهارمی بار است که بر مردم برکی از طرف بنیاد خیریه میازاد کمک میشه، مرغ و دانه یا کمک میشه. این بار بر 20 فامیل مرغ داده میشه که دانه و بر فامیل هایی که قبلا مرغ داده شده بر از او دانه توزیع میشه که به حساب بخیر کمکی که وعده کرده بودیم جریان داره و در ضمنش کسایی که این مرغ خوب نگاه کردن، صحیح نگاه کردن، از این چی کردن، این دوام داره. حال مرحله چهارم است، پشت از این دگام کمک در پشت از این پیش در پیش جریان داره. بخیر شکر الله رو بجا میارم که موقع یافتم که بار دیگر کمک های بنیاد خیریه میازاد را به شما برسانم. یادآور میشم که این پروژه چهارم برای برکی است و تا حال این بنیاد موفق شده که 15 پروژه به دیگر ولایت ها داده شود. فامیل هایی که به تربیه و چوچکشی مرغ ها موفق شدند برایشان کمک های بیشتر می شود و خدا اینا را خیر بده. دعا میکنیم برشان که توفیقشان بده که در آینده بخیر بر اینم تو کمک کرده بر از دست مردم و مسکین و بیچاره برکی و افغانستان بگیره. دیگه به یاد خدا شروع میکنیم در توزیع توکل به خدا. کار خیر است این یک یاد مردم یک صدقه جاری است. یک صدقه جاری است به غریب بیچاره مرغا رو میدن، یعنی میاد پردهش میشه یک چهار تا تخم میمانه نام میده یک دانه میده و بیا خیر است که به مردم یک جاری میرسه خیرات دازم اشنا وطن در لمو شفا وطن زرگن پریروان